مراسم بزرگداشت از 24 اسد سالروز پیروزی امارت اسلامی افغانستان با تلاوت چند آیات از کلام الله مجید آغاز شد. مولوی سید محمد هاشمی رئیس پوهنتون بلخ تحولات سیاسی را در افغانستان به بحث و بررسی گرفته فتوحات و دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان را در 4 سال گذشته حایز اهمیت توصیف نموده، رویکرد تاریخی و اسلامی امارت اسلامی را در 24 اسد شگفت‌انگیز خواند و از مردم خواست تا برای حمایت از ارزش‌های خون شهدای مجاهدین پاسداری نماید و همچنان پیروزی مجاهدین امارت اسلامی را در این روز ماندگار و فراموش ناشدنی عنوان کرد. نظام اسلامی نظام هست، اساسات اسلامی اساسات هست. اگر 20% اگر عمل نشده باشد مطابق همین نظام، این از بالا مقام از مسئولیت عالی نیست، از مسئولین عالی نیست، بلکه کسانی که یا مغرض هستند یا کشور را نظام را راضی نیستند یا خودشان موقف را از دست دادن، موقف فساد داشتن، فرصت فساد داشتن، عیاش بودن، سباک بودن، دلال بودن، ولی امروز موقف از دست جان رفتن، اینا هستند که نظام را یا عمل به نظام را اخلال پیدا می‌کنند. آقای ابوادریس همچنان گفت 24 اسد نه تنها یادآور پیروزی سیاسی بلکه نشان دهنده سرآغاز فصل تازه از کار و زندگی در کشور است و نظام اسلامی با نظام‌های قبلی قابل مقایسه نبوده و نمی باشد. امارات اسلامی با حکومت‌های دیگر گذشته مقایسه نمیشه، یعنی هیچ کس مقایسه کرده نمیتونه. الحمدلله ما در تمام ملت افغانستان خصوصا دولت با اطمینان داده میتونیم که بسیار با دلوارانه، بسیار صادقانه اطمینان داده میتونیم که انشالله و تمام مجاهدین از کلان تا خرد، از والی گرفته تا خود یک ساتنگی هم که باشه در خدمت مردم ملت افغانستان و خدمت مردم ولایت بلخ هستند. در سوی دیگر شمار زیاد از مسئولان امارت اسلامی در بلخ در رابطه با ماهیت و اهمیت استقلال از منظر اسلام روشنی انداخته، زاویه‌های مختلف 24 اسد سالروز پیروزی امارت اسلامی را به بحث و بررسی گرفته از شهامت و استادگی مجاهدین امارت اسلامی در برابر دسیسه‌های کفار به نیکویی ستایش کردند. گفتنی از 24 اسد سرآغاز تحول مثبت در افغانستان بود که در این روز مردم افغانستان از زیر یوغ بیگانگان رهایی یافته و نظام اسلامی در کشور حاکم شد.